Наверное. مرا واقعا وجه از دستنت تاتارستان است. از سماواری که خودمان داریم گرفته تا اینی دستمالایی که انواع و اقسام مختلفی بازی ها اجرا میشه. هر کسی که چیزی برنده شد اینی دوستا رمضان رفت و عیدی رمضان آمد. صد حیف که آن رفت و صد شکر که این آمد. سلام و درود خدمت یک شما عزیزان. امید که جور و صحت و سلامت باشین و عیدتان بازم مبارک باشد. دوستای عزیز، قسمی که میبینین ما در مسجد مرجانی قرار داریم، یکی از مساجد خوب شهر کازان، و امروز اینجا جشن عید برگزار می شود بین مسلمانان. امروز اینجا آمدیم که فرهنگی تاتارستان، فرهنگی روز عید تاتارستان به شما به تصویر بکشم. پس تا آخری برنامه با ما همراه و بیننده باشید. تاقی هایی که در سر دخترها میبینید، این تاقی هایی هست که از فرهنگ تاتارستان است. تاقی های فرهنگی تاتارستان است که در هر جشن و شادی که داشته باشن از این استفاده میکنن. حتی در رستوران های تاتارستان که میبینید از این تاقی های استفاده میکنن به عنوان یکی از نمادهای فرهنگیشان. امروز روزی است که در اینجا هم جشن گرفته میشه، هم عید برگزار میشه و هم از اینجا ببینید قسمی که به نمایش گذاشتن لوازم بهداشتی است، صابون است، مایع است، دیگه انواع و اقسام لوازم بهداشتی اینجا وجود داره که امروز از او القاب میزنن. هر کسی که برنده شد امو جنس برای خود میگیره. یک فرصت خوبی برای کسایی که اجناس دارن ریکلام میکنن، بازاریابی میکنن و اجناس خود در روز زیادتر به فروش میرسونن. دوستای عزیزی، بازی مریم یک کمک جالب شد، میخوام که بازی را بکنم، انجام بدم. این بازی را باش که فرصت شوند، نفرات زیاد است، نوبت نمیرسه که من اینجا بازی بکنم ببینم چانس ما چی است. تو کسی نمیدی؟ Какой надо? Назад родите.
А вот сюда? Ну, куда попадете? Да, куда попадете? И раз, два, три. Нет. Спасибо вам большое. دوستو یک دانه چی بردم؟ ببینید یک دانه کریم بردم. اینجا چون سوارتم یک دانه کریم بردم. ببینید دوستا، یعنی فرهنگشون مشابه با فرهنگ ما و شما هستند که در وقت روزیت ما و شما از این قندی پشمک و از این جواری و انواع و اقسامی از این چیزا که میفروشند برای اطفال اینجا معین شکل همون فرهنگ است که میتونین که شما ببینید. ماشاءالله به این هجوم مردم به این گیروبار که هر کدامی از یا به چی شوق و ذوق میان و ایده اینجا تجلیل میکنن. ما اگر که چون گیروبار هجوم مردم زیاد است، همراه امام شاهزاده سیاوش است، من نمیتونم که درست از هر قسمتی برای شما تصاویر بگیرم و شما همینجا بیننده باشین از هر جایی که من تونستم تا هر قسمتی که تونستم، چون این بازار خیلی یک بازار بزرگ است که هر قسمتی از این بازار ما تونستم برای شما تنها ویدیو میگیرم. باش که اینجا چی که پس ببینیم. زیچوک خرگوشک است. خرگوشک من اینجا به نمایش گذاشتم. به انواع و اقسام مردم کوشش میکنند که در این روز مسلمانان را مخصوصا اطفال خوش نگاه بکنند. برایشان نمایش های گوناگونی برگزار میکنند. ببینید دوستا، با هر پوششی که خواسته باشی میتونی که بیرون بیایی در این جشن اشتراک بکنی. هیچ قید و شرطی وجود نداره، یعنی کاملا آزاد. پوششی که کاملا روی پیشتر دیدین روی دختر مکمل بسته بود دیگه، پوشش آزاد با حجاب راحت، هر قسمی که شما خواسته باشین. واقعا یک آدم قدر اسلام و قدر انسانیت در این جاها وقتی که میایه میبینه. اینجا نمایش است. ما پیشتر امروی سیاوشان عکس گرفتیم که هر کس میایه با این پیشوگک مقبول عکس میگیره. از هر ملیت، از هر زبان، از هر کشور، از هر قومی، از هر گوشه دنیایی که شما ببینید مسلمان ها اینجا جمع هستند. فرق نمیکنه سرخ پوست، سفید پوست، زرد، سیاه، رنگ وجود نداره. فقط یک چیز میبینن، اوام اینی منار مسجد است، اینی اسلام و انسانیت است. واقعا جایی که قدر اسلام و انسانیت هم میدانی. ایام از فسفود غذاهای سیار است، مخترهای سیار هستند که غذا رسانی میکنن و میارن اینجا در این روز سیار غذا به فروش میرسانند. عرب های عزیز ما، دختر خانم های مقبوله که با حجاب های زیبا، با سطر پوشش زیبا، همچنان تیم امنیتی که در هر لحظه در هر گوشه و کنار خدمت میکنند. اینجا باز انواع و اقسامی از جواری است و از قند پشمک است و هر چی خواسته باشین. ببینید دوستا، ما سپایه را نیاوردم که براتون نشان بدم، از اینجا بلند تصویر گرفتن نمیتونم. یعنی این ساحه به حد کلان است که کامل در هر گوشه و کنارش جشن است و همه قسم نمایش است و انواع و اقسام برگزاری شده است. مردم میآیند از هر گوشه و کنار. امروز از ساعت 1 بجه که این جشن شروع شد که ما اینجا آمدیم تا ساعت 4 بعد از ظهر جشن به همین شکل ادامه داره و برگزار می شود. و باش که دوستا، ما اونجا این لباسی تاتاری، البته سنتی تاتاری را دیدم. اونجا براتون برم از زوم هم یک تصویر بگیرم که پیشتر درباره‌اش براتون گفته بودم که البته این لباسی مردانه‌اش است. اینی تاقی امروی از این واسکت میگن دیگه ما شما امروی اینا همکیش او قسمت هم که میبینین دوستا دقیق نمیدانم که از
عراق هستند یا مقصد از عربستان هستند، عرب زبان هستند دیگه، وام به مون لباس فرهنگی خودشون با پوشش فرهنگی خودشون حضور یافتن. هیچ کس براشون نمیگه که شما چی میکنین و چرا این گونه لباس میپوشین. آزادانه در هر گوشه و کناری با لباس فرهنگی خودش. البته من با لباس فرهنگی افغانی آمدگیستم دیگه. فعلا من خودم در تصویر نیستم که براتون نشان بدم. آزاد هستین. اینجا تیفلکا دیگه نمایش بازی میکنن. اینه میام یک نوع بازی دیگه زیادتر در ویدیوهای شارت میبینین، در ویدیوهای شارت یوتیوب باش که کدامش برنده میشه. اینجا چالش دوست و تیزی را 2 1 واو برنده شد. برداشت. باش که اینجا چی نمایش است؟ اینجا پرش است. چند تا پریده میتونن. چشم پات چشمایشون رو بسته میکنن. اینجا پرش انجام میدن. خداوند اجر نصیب بکنه برای از خادمان مدرسه که برای خوشحال کردن اطفال انواع گوناگونی بازی ها را برام میندازن و فقط با نام یک دونه خندق و آب نبات یا را خوشحال میکنن. می دخترکا با هم دیگه مسابقه انداختن سر نمو آب نباتا. ساعت قید میکنه براشون چند تا میتونن قدم بردارن. دخترک از خط بیرون شد. تا فعلا اینی برنده شد. نمایش سنتی بازم نمایش سنتی تاتارستان. انواع مختلفی وسایلی که در اینجا مروج است در سنت تاتارستان است. از سماواری که خودمان داریم گرفته تا اینی دستمالایی که میدوزند دوختنی است تا این خلطه کچالو کاو. کاملا گفتم فرهنگ مشابه اگر ببینیم فرهنگ سابقه افغانستان اصیل افغانستان ببینیم تقریبا مشابهت های خیلی زیادی داره با هم دیگر. و اونجا هم که میبینین چی هست؟ سطل داخل چا بچه که اوگار شد افتابه سطل داخل چا انواع نمایش جور کرده گیستن. دوستان مطلب باید هر قسمت برای شما یک ویدیو بگیرم معرفی بکنم دوباره پس بگردم به جای اصلی چون سیاوش اینجا باز یک نمایش دیگه لباسایشون هم مطابقت میتونم با رنگی که در این چادر هست. اینجا منوی کاردستی های سنتی شهر تاتارستان است که به فروش میرسانند. هر کس خواسته باشه ازش میتونه خریداری بکنه. امروز روز نمایش هم است. این اینجا پیشتر براتون تا ویدیو گرفته بودم یک تا ویدیو کوتاه باش که میرم کامل براتون ویدیو بگیرم. یا لباس های سنتی تاتارستان است که این مردانه‌اش است و زنانه‌اش است. چقدر ماشاءالله پایشون دراز جور کردن. چطور میتونن اینقدر مدت طولانی سری از این چوبا را بروان بشینن. باش از پیش رو برم براتون بگیرم ویدیو. مرا واقعا از همین لباسشون زیاد خوشم میآید. این مادر کلانی عزیزم زیاد خوشم آمد که یک زنی با سلیقه بود. آن دوستا این هم نمای اصلی مسجد است. تاریخ ساختش و نامش همه چیزش نوشته است به زبان تاتاری و زبان روسی. تقریبا دیگه فکر کنم ما داخل بازار هستیم. آخرش هم می با شکل این پیش برم که اینجا چی خبر است که در اینجا چی جریان داره. اینجا گلف بازی گلف میگن. من دقیق نمیفهمم این بازی ها را نامش هست. بازی گلف. واو برنده شد تونست. اوجا مایی گرفتن است دیگه. باش اینجا مسابقه است
برای تشویق طفلا قرآن میخوانند برایشان باز جایزه میدن. باش که بچه شروع میکنه یک قرآن شریف میخوانه. از امیر تصویر شو بگیرم. باش که برش چی میده؟ چی میخواه یا چی میگیره؟ قل هو الله را خواند تا مایکش چی بود؟ صدایش نمیامد. مایکش چی تایید؟ ای ماشالله ماشالله. باش که میخوانه. چی میخوانه ای؟ مایک نیره بوتایید. نیره بوتایید تا توری کشال است. باش که یک مایک جور بکنن که صداگه که از او را بشنید چی صدای ناز داشته باشه. مایک نیره بوتایید بیا خچ سنیمت. اش هست. سبحان الله میکروفون مرداشته است. باش که بچه که مقبول اری تلازیر خان صدایش نامد. باش برش چی میدن؟ بگی بچه چی میخوایی؟ چی خوش میکنی؟ بگی یکان چیز. چی وقت بچه من کلام میشه که امروز از یا بیاد این جشن شرکت بکنه. ماشاءالله ماشاءالله. إذا قل هو الله بلند بخون الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله من رحمة الله بالله كلمة ترم والله كفار يأكلون الخنزير. حلويات ما من يرد شيء. أمي لا تبح. الأم لا تبح. Так, не подожди, он отвечает же? Подожди, он отвечает. ماذا لا تأكل بالفطور? Свинина? Нет, ответ неправильный. На завтрак мы не можем съесть обед или ужин. Обед. Подожди, стой. Для участия. Фитр Мубарак. Вы выиграли автомобиль. Я крутой. بچه یک دانه آب نبات برنده شد. دیگه دوستا باش این قسمت آخر بازار است که اینجا یک نمایش است. از این دخترک خورد بگیرم. از طرف تیرشم خوب اوه ماشالله. خلطگک های چی است داخلی از اون میندازن. یک دانه آب نباتی هم برنده شد. همش به طور رایگان در خدمت اطفال قرار داده شده است. انواع و اقسام مختلفی بازی که هست به طور رایگان از هر کدامش میتونن که استفاده بکنن. اینی هم بیبی کلان. این بیبی کلان هم لباس سنتی و فرهنگی تاتارستان است. باش که اونجا بابا جانم شیشتگی است. از بابا جانم براتون یک تصویر بگیرم. چقدر یک لباس های فرهنگی قشنگ و زیبا دارن. یا این قسمت آخر بازار است. البته این جایی است که از این قسمت مهمان ها یکی یکی میآیند. دیگه پایین بازار جایی که در اول ویدیو براتون گرفتم اون جایی است که از اونجا اجازه رفت آمد برای افراد اشخاص نیست، چون در اونجا سالونی است که جشن برگزار میشه و اینجا یک چی دیگه است، نمایش خطاطی. البته که اینجا یکی از همین قاریای مدرسه هستن و خطی چی نوشته با پر نوشته میکنه. اسمی افراد اشخاص به عربی و اینا هر کدامشون خوش میکنن، نمایش نمیکنن، نوشته میکنه و برشون میده.
ماشاءالله ماشاءالله چقدر یک قربانی و توی زغالی سابقه شوم